من یک داستان بگم. ابو حنیفه رو میشناسید؟ در سن 10 سالگی ابو حنیفه خواب دید. امام اعظم رحمت الله علیه در سن 10 سالگی خواب دید که قبر پیامبر رو داره نبش میکنه. از خواب پرید که خیس عرق بچه 10 ساله، دوید به طرف مادرش، گفت مادر کابوس دیدی؟ خواب وحشتناکی دیدی؟ خیس عرق شدی؟ خودش انداخت به آغوش مادر، گفت مادر خواب دیدم که قبر پیامبر رو نبش میکنم. دست فرزندش گرفت برد پیش معلمش، گفت جناب شیخ پسرم خواب دیده که قبر پیامبر رو نبش میکنه، منم احساس وحشت میکنم، تعبیر این خواب چیه؟ گفت خواهرم آرام بگیر، این خواب نوید بخشه. گفت این پسر 10 ساله تو کل وجودش عشق و علاقه و محبت و عشق و علاقه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم کل وجودش رو در بر گرفته. این قبر رو نبش میکرده، قبر پیامبر در جستجوی میراث پیامبر بوده، فکر میکرده که میراث پیامبر تو قبر پیامبره. مادر آرام گرفت، گفت تعبیرش همینه. گفت بله، این بچه تو کل وجودش مال از محبت خدا و رسول خداست و در جستجوی میراث پیامبره. آیا ابو حنیفه میراثبر پیامبر شد رحمت الله علیه یا نشد؟ امروز در دنیا 500 میلیون از فقه او پیروی میکنن. یکی از افتخارات جامعه اسلامی و انسانی است. شاگردای بزرگواری تربیت کرد. پدرشو بشنویم کی بوده. دکتر عمر عبدالکافی در کتاب آثار طاعت می نویسد که جوانی در کوچه های کوفه سرگردان بود، قدم میزد، از کنار دیوار باغی رد میشد، دید که خوشه درختی خم شده تو کوچه، چند دانه از میوه اون افتاده روی زمین. این جوان رسید، میوه رو از روی خاک بلند کرد، خورد. وقتی تو شکمش قرار گرفت احساس کرد که شاید صاحبش راضی نباشد. در به در دنبال صاحب باغ گشت و پیدا کرد. گفت برادر این باغ و بستان مال توست؟ گفت بله. گفت 2 دونه از این میوه ها، نه از این که از درختت بگیرم، یا رو دیوار بروم از اون خوشه درختت بگیرم. روی خاک افتاده بود، خوردم، اما بعد از این که خوردم گفتم شاید صاحبش راضی نباشد. صاحب باغ یه لحظه فکر کرد، بعد گفت که بله صاحب باغ منم و من حلالت نمی کنم، نمی بخشمت بدون اجازه من. صاحب باغ بیزنسمن بود، تاجر بود، تاجر حکیم و عاقل و دوراندیش بود. سرمایه رو 4 تا بته نخل و پرتقال و سیب و درخت به حساب نمی آورد. وقتی این جوان با این ایمان و خدا ترسی و حلال خوری دید یه دانه‌ای که تو کوچه افتاده، گفت من باید باغو از دست بدم. این صاحب تقوا و خدا ترس و مؤمن، این جوان مجرد و این باید هر کاری بکنم جز سرمایه های خودم بکنم. گفت برادر حلالم کن، من معذبم، پریشانم. هرچی بیشتر التماس میکرد اون سخت‌تر میگرفت. گفت چقدر بها دارد؟ من پول ندارم، کارگری میکنم. گفت اجیرم نمیخوام. همون پیشنهادی که دختران شعیب به شعیب دادن علیه السلام، یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. ای بابا این جوان موسی رو اجیر بکن تا پیش ما کار بکنه، 2 تا صفت داره، نگذار که از دستت بره. دختراش بهش گفتن. بابا گفت که پیغمبر بود، پیغمبر شعیب. گفت دخترام این 2 تا صفتش چیه که شما میگی اونو اجیر کن؟ گفت یکی قویست، یکی امینه. نهایتش گفت که پسرم به یک شرط حلالت میکنم،
دختری دارم کر کور لال فلجه، باش ازدواج کن. گفت چشم. درنگ نکرد، فکر نکرد. بعد از اینکه گفت چشم، گفت پسرم دوست دارید قبل از صیغه عقد همسر آینده تو ببینید؟ گفت نه. به خاطر اون و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که از خدا بترسه. صیغه رو خوندن، داماد شد. وقتی رفت تو حجله دید که مثل این که قطعه از قرص بدر ماه شب 14 قطع بکنن تو صورت این دختر، یک پارچه نوره. گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همسرش جواب داد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، اهلا و سهلا، خوش آمدید شوهر عزیزم. بعد گفت تو صدای منو شنیدید؟ تو جواب سلام منو دادید؟ گفت بله. تو سالمید؟ گفت بله. پس این جریان حرف پدر شما چی بود؟ گفت پدر من لا ازکی علی الله احدا، اما انسان خدا ترس و با تقوایی است. درست تاجر باغداره. گفت وقتی که ما رو تربیت کرده از کودکی و بچگی، این چشم کور بوده از حرام، این گوش کر بوده از حرام، این زبان کر بوده از گفتن حرام، این دست و پا فلج بوده از دادن و گرفتن حرام، رفتن و آمدن از جای حرام. نتیجه اون شب نطفه‌ای بسته شد. از اون نطفه نوزاد پسری به دنیا آمد و اون بچه در سن 10 سالگی خواب می‌بیند که قبر پیامبر رو نبش می‌کند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم نشسته بود، پاش درد می‌کرد، پاشو دراز کرده بود. شخصی متظاهر به علم وارد شد. بعد امام با وجودی که پاش درد می‌گرفت پاشو جمع کرد به خاطر این شخصی که ظاهرش ظاهر یک عالم هست. بعد نشست جلو امام، گفت که سوال دارم. گفت بفرما. گفت متى یفطر الصائم، روزدار کی افطار میکند؟ گفت اذا غربت الشمس، اگر آفتاب غروب کرد. گفت که و اذا لم تغرب الشمس، اگر آفتاب غروب نکرد چه کار باید کرد؟ گفت که جاز لابی حنیفه ان یمد رجله، ابو حنیفه پاشو از نو دراز میکنه. یعنی ابو حنیفه نیاز نداشت که پیروانش جاهل باشن، فکر کردن و تعطیل بکنن. علما میگن فکر انسان مثل چتر نجاته. وقتی یک کماندویی از هواپیما خودشو پرت میکنه پایین، چتر رو اگر باز نکنه سقوط میکنه. این فکر اگر باز نشه انسان دچار مشکل میشه. ما امروز جمع شدیم از ملت‌ها و تمدن‌ها و ادیان و مذاهب مختلف فقهی و فکری جهان اسلام. جمع شدیم که چی بگیم؟ که فقط بگیم گذشتگان ما این بودن. کن ابن من شئت و اکتسب ادبا، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. این تفکر ابو حنیفه بود. پس ما باید نگاه بکنیم که چی گفته می شود. امام ابو حنیفه امام نشدن مگر این که در عراق بودن. عراق ملتقای تمدنها، ادیان مخالف و موافق بود. امام ابو حنیفه کسی بود که میخواست معاند تبدیل به مخالف و مخالف تبدیل به موافق بشه. مشهور است که با 22 فرقه از خوارج به مناظره نشست، تحمل کرد و روزی 70 تا از خوارج، 70 نفر شمشیر رو از غلاف کشیده بودن، آمدن به محضر امام، اینطوری برخورد کردن: یا عدو امت الاسلامیه، یا عدو الامه، یا
من یعنی برام خیلی سخته که بگم، ولی خوارج بودن یا شیطان الامه. این 70 نفری که میبینید شمشیر کشیدن، میخوان شمشیرشون رو با خون تو رنگین بکنن و براشون بهتره از جهاد 70 سال. امام ابی حنیفه تحمل کرد. ما جمع نشدیم که بگیم لیس الفتا من قال کان ابی ان الفتا من قالها انا ذا. ما چی داریم؟ ما همیشه تعریف و تمجید از گذشتگانمون میکنیم. تا کی میخوایم همینطوری بدون فکر؟ ما باید احساساتمون رو کنترل بکنیم، احساسی حرف نزنیم، احساسات آمیخته به تعقل باشد. من خوشحال شدم که در آخر این برنامه افرادی دیدم که شهامت شفافیت و دلسوزی داشتن. جایی انسان رشد میکنه که تصادم آرا و افکار باشه. اگر یک فرهنگی باشه، یک نواختی باشه، انسان رشد نمیکنه. امام ابو حنیفه 4000 معلم دیده. ما 5 تا جهاد داریم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد نظامی. همه اینها تفکر ابی حنیفه بود. پس ما باید مجال بدهیم تا جوانای ما رشد بکنن. تعریف و تمجید جای خودش. اینجا جمع نشدیم که جشن سالگرد ابو حنیفه بگیریم و ما تبدیل به ابو حنیفه نشویم. نسل آینده ما، من فکر میکنم بلکه یقین میدانم که هدف پرزیدنت این بوده که این سمینار رو برگزار کنن که نسل آینده الهام بگیرن. علو همت امام ابی حنیفه، فرهنگ گفتگوی ابو حنیفه، سعه صدر ابو حنیفه. اون 70 تا خوارج وقتی که با امام نشستن حرف امام رو گوش دادن، شمشیراشون رو گذاشتن تو خلاف، تسلیم شدن و از آراشون برگشتن. معاند، مخالف، موافق شد و دوست شد. امروز پیروان مذاهب، ما هنوز بین خود مذاهب اسلامی نتونستیم به نتیجه برسیم. میخوایم با ادیان دیگر گفتگو بکنیم. ما باید مشکل خودمون رو حل بکنیم، وگرنه نمیتونیم حرفی برای دیگران داشته باشیم. آقای قردی معذرتاً. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.